درخت کهنه سالم چند هزاره دلم از سرد و گرم باکی نداره آخ دلم از سرد و گرم باکی نداره بزن تیشه به جونم هرچه خواهی آخ بزن تیشه به جونم هرچه خواهی نمیمیره درخت آریشه داره. بیایید پنجره‌ای هر چند حقیر و کوچک رو به دریای بیکران فرهنگ عامه این سرزمین کهنسال بگشایید. بیایید این بار نه از دیدگاه تاریخ نویسان و شرق شناسان بلکه به مدد اندیشه های پاک و دلهای ساده باز شناسیم مردمی را که نسل به نسل سینه به سینه حاصل لحظه لحظه زندگی خود را در قالب پندها، اندرسها، قصه ها، ترانه ها و ضرب المثل ها برای ما به یادگار گذاشتند. بیایید دریابیم این یادگارهای پربها را که به ثواب گویاترین زبان برای بیان نوع تفکر، اعتقادات و آداب و سنن این قوم است.
سلطان، سلطان. بله آقا. چرا بلند شدین آقا؟ اجازه بدین حکیم باشی رو خبر کنم. از ظهر تا حالا حالتون بدتر شده. خلاصه کشتیمش و پوستش رو برداشتیم آوردیم دادیم کردن یقه کتمون. سلطان، این 40 سال بین ما دروغ نبوده. بوده؟ نه آقا. بس بی خودت به این در و اون در نزن. خوب میدونی که من تا صبح دوام نمیارم. از فاروق خبری نشد؟ نه خیر آقا. همه دلنگرونیام از اونه. خیلی راحتم میتونستم بمیرم، اما فکر این پسره نمیذاره. همه دلنگرونیام از اونه. پسر شما پسر منه، قصه شما قصه منه آقا. پسر تو و پسر من توی خونه با هم بزرگ شدن. پسر تو یه معمار حسابی شده، پسر من یه عیاش. دیگه فایده هم نداره، استخوناش صفر شده. سلطان، آهای سلطان. سلطان، برو بهش بگو بیاد پیش من. چشم آقا.
شد دیر اومدی. دیگه مجبور نیستی تا صبح به نصیحت‌های پدرت گوش کنی، چون داره صبح میشه. فرصت منم تمومه. فقط این کلید پیشت نگه دار. یه روزی که همه مال و منالت رو پای دوست و رفیقت به باد دادی و پاک درمونده شدی، برو با این کلید در مطبخ قدیمی رو باز کن. اونجا یک طناب میبینی از سقف آویزون شده. اون طناب بگیر و بنداز گردنت، خودت راحت کن. حتما این کار رو بکن پسرم، چون روزی که همه چیزتو به باد دادی هیچ کدوم از این دوستانت به دادت نمیرسن. اون وقت پاک دل شکسته میشی، اونقدر دل شکسته میشی که فقط مرگ میتونه نجاتت بده. بیا پسرم بگیرش. سلطان فردا شب 9 تا مهمون دارن. سفرانم توی همین اتاق بنداز، اینجا بزرگتره. بند کفشمو ببند. اقلا بذارین چله آقا بگذره. شما رو به خدا من پیش خودم روسیا نکنین. دلم رضا نمیده. من که نمیتونم به خاطر دل تو بهترین دوستانم از خودم برنجونم. اگه دلت رضا نمیده برو، نوکر مثل تو فراوونه. اما یا آقا مثل من توی 1000 تا ولایت هم پیدا نمیشه. دیگه خود دانی.
یا یا
تموم شد آقا. حالا با تخفیف چقدر تقدیمتون کنم؟ راستی اون پایینم یه اتاقه، اگه توش چیز قابلی باشه خریداریم ها. چیزی توش نیست. اتاق نوکرمه. بالاخره از اینجا که پرتره. راستی داشتم از طول کبابی و محسن سرداییمو میگم. پیغام فرستادن اگه پولی دستتون اومد. خب بالاخره اونام کاسبن دیگه، چه میشه کرد؟ طلبشون باز وصول بشه. ولی دیگه نسیه نمیدن. میشناسمشا. اوستا کیه؟ فاروق. پسر حاج سردار؟ آره. بله. کار دنیا رو ببین. کار دنیا نیست، کار دوستانه. میگه قربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم. پسر خونه نبود. نه در خونه 2 دقیقه وایسادیم دوریدیم که بابا اومد بیرون.
سلام. خوش میگذره؟ یالا دوست عزیز، حال احوال. بفرما. گل یا اونم ولی راست اینه اینم نیست. راستش از دور صداتون رو شنیدم، گفتم که دوستان دور هم جمعن، برم که جمعمون جمع شه. همین نزدیک. راستش یک کم خسته بودن، یه چرتی هم تو آفتاب زدن. آخه راستی زور یه اتفاق جالبی برام افتاد. یه کلاغ 2 تا تخم مرغ و نون منو به منقار گرفت و پرید. خلاصه گرسنه موندم. گرسنته؟ بگو گرسنمه. دیگه دروغ با این گندگی برای چی؟ ها؟ یه چیزی بهش بدیم بخوره بابا، ناسلامتی رفیقمونه. فقط به پا کلاغه نبره. عجب دور زمونه شده، آدم به کلاغ هم نمیتونه اطمینان کنه. ببینم آقا فاروق، این کلاغی که میفرمایینا همچین گردن کلوف نبود. ببینم پرز از جادویی. بس دیگه، این آقا فاروق اینقدر اذیتش نکنیم. این آقا فاروقه. آقا فاروق یه دهن آواز بخون دوستان شاد بشن. موافقین؟ چی از این بهتر. ولی یه چیز درست و حسابی بخونی ها. آره. با شکم خالی که نمیتونه بخونه بابا. اتفاقا با شکم خالی صدا بازتر میشه. ده بخون دیگه آقا فاروق. بخون آقا فاروق. چیه؟ کلید در گنج خواجه. بکن پسرم، چون روزی که همه چیز خودتو از دست دادی هیچ کدوم از این دوستانت به دادت نمیرسن. اون وقت پاک دل شکسته میشی، اونقدر دل شکسته میشی که فقط مرگ میتونه نجاتت بده. حتما این کار رو بکن.
چی شد؟ این سکه ها چیه؟ طلا؟ چطور شد؟ طوری شدین آقا؟ دارم از خجالت میمیرم. خدا بیامرز آقا. همش نگران بودن که مبادا طناب گیر کنه. 2 روز قبل از مرگشون به فکر این کار افتادن. میگفتن این آخرین راهه. پس تو هم خبر داشتی؟ بله آقا. روزی هم که داشتم میرفتم دلشوره داشتم. اما خب چاره ای نبود. باید میرفتم. نمیتونستم بمونم. رفتم. اما دلم جا موند. از دور تعقیبتون میکردم. امروز کم مونده بود بیام جلو و همه چیزو بگم. کی؟ وقتی از قهوه خونه گرسنه بیرون اومدی. اما یاد حرف آقا افتادم و دندون رو جگر گذاشتم. خواستم دوست و رفیق خودشونو خوب نشون بدن تا براتون معلوم بشه. سلطان کمکم میکنی؟ میخوام یه کاری بکنم. چی کار آقا؟ تو بگو کمکم میکنی؟ معلومه آقا. سلام به جان گیر کردیم. حالت چطوره؟ خوشحال شدم. بفرمایید. سلام. دلم برات یه ذره شده بود. چه نشازه؟ سلام به روی ماهت فاروق. سلام دوست نازنینم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خب خیلی خوش اومدیم. صفا بود. راستش خیلی وقت بود که تصمیم داشتم یه مهمونی به پا کنم و دور هم جمع بشیم و خلاصه خوش باشیم. مرحبا فکر بسیار خوبی کردی. دل به دل راه داره. من یکی که جدا دلم برات تنگ شده بود، ولی خب دیدم زیاد حالت خوش نیست، گفتم شاید دلش نمیخواد ما رو ببینه. اینه که نخواستم مزاحم بشم. والله منم تو همین خیال بودم جون آقا فاروق. آخه چیه بود بابا؟ اون روز همینجور ما رو گذاشتی و رفتی. به جون آقا فاروق خیلی بهمون برخورد. داشتیم میگفتیم و میخندیدیم و شوخی میکردیم، یهو بی هوا بلند شدی و رفتی. آخه چه بود؟ چیزی نبود. یه کسالت مختصری داشتم. انشالله که رفت شده. بله خدا رو شکر که رفت شد. خدا رو شکر. آقا ما راضی به این همه زحمت نبودیم والا. جدا که خجالتمون دادیم. اختیار داریم. وظیفه‌م بود. بالاخره بعد از این همه مدت دوری از دوستان باید جبران میکردم. آهای سلطان،
غذا رو آوردی؟ راستی امروز تو راه که داشتم می اومدم خونه چیز عجیبی دیدم. واقعا عجیب بود. من توی تمام عمرم همچین چیزی ندیده بودم. سلطان غذا رو حاضر کن. آره داشتم میگفتم امروز ظهر که داشتم می اومدم خونه دیدم که یک کلاغ مثل برق داره میاد پایین. یه بزغاله هم واسطه بود اونجا. کلاغ بی انصاف اومد بزغاله رو گرفت به منقار و از زمین کند و پرید و رفت. واقعا که عجیب بود. من توی تمام عمرم همچین چیز عجیبی ندیدم. هیچ هم عجیب نیست، اصلا عجیب نیست. تو دنیا از این چیزا خیلی اتفاق میفته. بنده که باور میکنم اصلا عجیب نیست. بله باور میکنم. هیچ هم عجیب نیست. باور کردنیه. چه باور میکنم. یه چیز ساده دیگه. نارفیقای بی وفا، نامردا. اون روز که گفتم کلاغ 2 تخم مرغ منو از زمین برداشت و رفت منو مسخره کرد. اما امروز که میگم یه بزغاله رو از زمین برداشت و با خودش برد هیچ هم عجیب نیست. چطور شد؟ دیروز دریغ از یه لبخند و امروز قهقهه. دیروز که سفره خالی بود کلاغ 2 تخم مرغ رو نمیتونست از زمین بلند کنه. اما امروز که سفره پره بزغاله سهله. اما من مثل شما بی وفا نیستم. واسه همینم امروز دعوتتون کردم. ناراحت نشین. این یک درددل دوستانه بود. الان میگم سلطان غذا رو میاره، منم گذشته ها رو فراموش میکنم و دوباره با هم رفاقت میکنیم. بنده کیف تحقل داری رفیق آهای سلطان غذاها رو آوردی بابا؟ زود باش دوستان منتظرن. امروز باید حسابی ازشون پذیرایی کنی. اومدم آقا.